هفته خبر تو خبر داره براتون از تلاش‌های عظما که خودش رو کشت تا نمایش سوت و کور انتخاباتش رو یه جوری رنگ و لعاب بزنه. هر کی 2-3 دقیقه از تبلیغات انتخاباتیشون رو ببینه و بعد این رو ضبط در تعداد دقایق و ساعات و روزها و شبکه‌ها و کانال‌های تیویریش بکنه، میتونه حدس بزنه تو این چند روز چقدر زباله پخش شده. تو قابلمه که نمیتونیم با شما صحبت کنیم که بالاخره شما تو تلویزیون دارید ما رو میبینین. این که ما میدونیم اینکه چه کسانی با شما هستن بگین تشویقتون کنن. نسیم بهاری و یه سری جمله اینجوری بگم نسیم بهاری در حال وزان است در باغ صبا، همچنان معصومی برنامه اجرا میکند. عجب برنامه است گوی طلایی، جان من اینجا بیا هیجان تقسیم میکند. به به. باز پیامک بده تو مسابقه شرکت کن. مرسی. خداحافظت. 50,000 تومان مبارکت باشه. مرسی. فردا 15 اردیبهشت ماه وعده همه ما برای حضوری چشمگیر، برای پشتیبانی از نظاممون که ما با همه وجود عشق می‌ورزیم به ایران اسلامی، عشق به ولایت و نظاممون داریم و همیشه ایام پشتیبان ولایتیم. خامنه‌ای هم با همین پشتیبانی هاشه که اینطوری زرتش غمسور شده. بله بسیاره بسیاره. بذار یه نکته رو من بگم به دوستان بیننده و اونم اینه که میخواستم اینو بگم یادم رفت و اونم اینه که همه ما در لحظه های مختلف زندگی باید انتخاب بکنیم. طبق گفته سید علی قرار بود این انتخابات پرشورترین انتخابات باشه. حالا اگه هم پرشور نبود ولی شور که بود. اول چند تا خیارشور ببینیم که این وسط بحث‌های تکان دهنده‌ای مطرح کردن که هر کسی رو کتبسته دم حوزه رأیگیری تحویل میداد. آقا من رامین اکبری نیستم. من جاش اومدم اینو اول بگم. رامین اکبری اونجا وایساده جاشو داده به من. هر کسی موافق این دولته، هر کسی که مخالف این دولته، الان زمانیه که به نفع همه مردم رأی بدن. کسی که رأی نمیده حق دخالت توی این کشور نداره. طبق فرموده رهبر معظم مدظله‌العالی فرمودن مهمترین چیز شرکت در انتخابات. بحث اینه که واشنگتن پست چند روز پیش اعلام کرد که اگر مردم ایران باز به پای صندوق‌های رأی بیان، یعنی تمام تهدیدها و تحریم‌ها بلوف بوده. الان بهترین فرصت انتخابات مجلس برای اینکه آدمای پیر قدرت طلب بعضن تاجر رو بریزیم بیرون از مجلس. بار دیگر بر سر راه آمده یک انتخابات، به قول دشمنان بطن مردم انتخابات درون کشور ما بی‌نظیر است، به حق نزدیک و الحق بی‌رقیب است. در این قوقای تبلیغ و هیاهو که دشمن همچو سابق هست حالو، به فکر مردم ما نیست به واقع، پشت ماهواره ادا آید به ظاهر. در دلش فکری ز من فکری ز تو نیست، آری این من و تو هم دروغیست. وعده ما روز جمعه روز آرام. حالا اگه کسی باشه که هنوز هم برای رأی دادن تصمیم نگرفته، معلومه که زبون خوش جواب نداره و باید تهدیدش کرد. یه بحث این است که شما حق داری مثلا میتونی بپری تو آب استفاده کنی یا شنا کنی. یه وقت اون لحظه ای که یه نفر داره غرق میشه غریق، اون وظیفه شماست که بپری. مسئله حق و تکلیف، یه وقتی کسی نگاهش به انتخابات یه چیز تفریحیه، مثل آدمی که میخواد مثلا بره توی پارکی بگرده یا توی پاساژی بره همینجوری نگاه کنه. بعضیا برای رفع خستگی و تفریح و سرگرمیشون همینجوری میرن میچرخن، ولی در این حال که هزار بعد لذت و تفریح و سرگرمی اینا هست، در این حال نری ممکن اصلا مرتکب معصیت شده باشی. وظیفه است تو بیای، نیای خیانته. اما در عمل ثابت شد که بیشتر از همه این حرفا چیزی که روی ترغیب بسیجی ها برای رأی دادن بیشترین اثر رو داره این ظرف شیرینیه که البته این میزان برای نمایش این دور کفایته. دیگه
پذیرایی کنیم دیگه، کسایی که احساس مسئولیت کردن، رأی دادن، شرکت کردن در رأی گیری. ما این شیرینی رأیگیری امروز رو بخوریم. البته این شیوه این تهدید رو داره که ممکنه خود شیرینی به موضوع جدیدی برای دعوای بسیجی ها تبدیل بشه. هفته گذشته پسرخونده عظما در سوریه هم انتخابات بازی کرد. انتخابات مجلس در سوریه به عنوان اولین انتخابات بر اساس قانون اساسی جدید این کشور با حضور 14 میلیون واجد شرایط. همونطور که اشاره کردید امروز حدود 15 میلیون سوری از مجموع 23 میلیون نفر این کشور، جمعیت این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتن. اینکه تو کشوری که 14 میلیون واجد شرایط داره 15 میلیون رأی میدن، لابد نشون دهنده جهتگیری رو به آینده نظامشون. البته از نظر جوانای سوری این نمایش بیشتر شبیه به این صحنه بود. حالا بریم سراغ حجت الاسلام زالزالک که تخصص عجیبی داره در تشخیص مسائل اصلی جامعه و حل و فصل اونها. پرسیدن که این که هنگام کاری اگر کسی عطسه کرد میگویند صبر آمد، درست است یا خیر؟ حالا اگر کسی سرفه کرد باید بگن چی آمد؟ بله؟ اگه آه کشید باید بگن چی آمد؟ نه، این درست نیست. گرچه خب بعضی‌ها که این اعتقاد رو دارن گاهی از نظر روانی یه تأثیری میگذاره، اما اینکه واقعا در عالم خلقت عطسه رو برای این قرار دادن، خداوند قرار داده، یا از نظر شرعی یه حکمی داره که اگر کسی عطسه کرد موقع رفتن به جایی باید خورده صبر کنه، نه همچون چیزی نداریم. اما این بار حجت الاسلام یه آس دیگه هم رو کرد و از حیطه شریعت خارج شد. کسی صدای شما رو تقلید کرده بود و اون صدا پخش شد، ما هم شنیدیم و خب بعضی ها هم خندیدن، خودم هم شنیدم. بله، کسی تقلید کرده که شخصی این کار کرده، کار خوبی نکرده و این کارها کار درستی نیست. اگر خدای ناکرده به قصد تنقیص یا تمسخر باشه حرام هست. بله ما هم میپرهیزیم. بله، این سوال بسیار مهمیه. این بستگی به وضعیت مزاجی شما داره. ما باید تلاش کنیم خوب زندگی کنیم. کفمون داره گل میندازه، زیر تیغ مثل هیچ کس، پیامک از دیار باقی و خسرو. لطفاً این مجری پریشون رو نگاه کنین تا ببینید علت پریشونی رژیم چیه. یه گفتگو ترتیب دادن که بگن ماهواره نگاه نکنید، به اینترنت مراجعه نکنید، خودتون به زبون خوش با نیروی انتظامی همکاری کنین و دیشهای ماهواره و خطوط اینترنت رو جمع کنین. نمیدونم، دور زمونه یکی های دکتر آدما فکر میکنن که این وسایل ارتباطی، این رسانه های انبوه دیجیتالی اومدن که حالمون رو بهتر کنن. چطور میشه که ما هنوز ناراضی هستیم، از حالمون بیشتر ناراضیم؟ نکته خوبی رو اشاره کردیم محمد جان. به جای که به این برسیم که تو این 70-80 سال 200 سال زندگی لذت باشه. 200 سال؟ حالا من انتهای چون میدونستم علت داره اینه که آره 200 سال انتهاشو میگم که تهش هم اگه 1000 سال ما بکنیم زندگی بکنیم، اگر به یک رضایت نسبی نرسیم باختیم، غافل. محمد سلیمی یک آدمی است با این تیپ، با این شخصیت، با این تفکر، قطعا یکی از مجری موفق کشور خواهد شد که هست. بله، بعد نگاه کن حالا این رسانه چی داره به من میده. مثلا میشینم پای اینترنت ورود پیدا میکنم، بعد به من اطلاعات میده، اطلاعاتی که ممکنه خیلی به نفع من نباشه. این جعبه جادویی و امثال این جعبه ها یه رنگ و لعاب به خصوصی داره.
بعضی موقع این جعبه من از خودم دور میکنه، منو از من دور میکنه. یعنی ما پس 2 تا من داریم. بله. و من دنبال بایدی هستم که این باید نباید برای من باشه. یعنی فقط شور ایجاد شده. مواظب ورودی‌های ذهنمون باشیم. پس نتیجه میگیریم که باید همه ورودی‌های ذهنمون رو ببندیم تا به همین زندگی بخور و نمیر راضی باشیم. اگه هم کسی خواست ورودی ذهنش رو باز کنه، فقط باید اونو به خروجی پشم و شیشه آخوندی وصل کنه تا از این بمب سیبرنتیک استفاده کنه. به خصوص همین پیشرفت سایبری که الان پیدا شده، این اگر ما به اینا توجه باید داشته باشیم. 2 سال قبل 3 سال قبل هکرها توانستن قسمت عمده ای از سایت های مختلف اسلامی و دینی را هک کردند و حالا سرورها خیلی ها در داخل کشور نبود، در جای دیگه بود. ظرف این 2-3 سال کار به جایی رسیده. الان شما ظرف همین چند روز اظهاراتی را که بعضی از آمریکایی‌ها اعلان کردند که الان قدرت سایبری ایران میتوانه حمله‌ای به وضعیت سایبری آمریکا داشته باشه. بعد از شهرت جهانی امام مقوایی به نظر میرسه که طراحان اون پروژه تشویق شدن که همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب این برنامه ماه کاغذی رو ارائه کنن. این برنامه در ربط دادن موضوع مطالعه به گفتگو، سیل نبوغ و خلاقیت رو تو تلویزیون جاری کرده. آقای دکتر شما برای این لحظه اثری چه نویسنده‌ای رو پیشنهاد بدید؟ عبید زاکانی. بسیار عالی، بسیار. رساله دلگشاش موجوده. بیارم. خیلی ممنون میشم. در پایان یه تجربه آموزشی در یاد دادن زبان داریم که نشون میده اگه کلمات سخت رو به بخشای کوچیکتر تقسیم کنیم تلفظشون راحت تر میشه. صداش بگو قور با قه قورباغه قورباغه قور با قه قورباغه